سلام خدمت دوستان عزیزان و همراهان کانال شیمی 6. در خدمت عزیزان پایه 9 هستیم با پاسخ یکی دیگه از سوالات امتحان نهایی خرداد سالهای گذشته که تو هر کدوم از این سوالات نکات و جملات ظریفی که در کتاب شاید مخفی باشند رو قرار با هم دیگه پیدا بکنیم، علامت بزنیم و یک روزی سر امتحان نهایی از این نکات استفاده کنیم. بریم سریع با هم نگاه کنیم که امروز چه نکاتی رو باید پیدا کنیم. در قسمت دوم از آموزش هایی که با حل سوالات امتحان نهایی برای عزیزان پایه 9 انتخاب کردیم، این سری سوالات امتحان نهایی استان تهران در سال 1401 رو انتخاب کردیم. سوالات خوبی هستن و نکات دیگه‌ای رو از این کتاب برای دانش آموزان مشخص میکنند و اگر گام به گام کنار حالا نکات حرکت بکنید و صفحاتی که براتون مشخص میکنیم برید پیدا بکنید، هایلایت کنید، علامت بزنید، به مرور تمام نکات این کتاب رو عین آب خوردن یاد میگیرید و بسیار راحت میتونید در امتحان نهایی خیلی راحت نمره قابل قبول و خوبی رو کسب کنید. خب بریم تو سوال اول. ببینید عزیزان، قبل از این که من پاسخ به این سوالات بدم، من اگر جای شما بودم ویدیو رو چند ثانیه استاپ میزدم و سعی میکردم خودم جواب بدم که خودم رو بسنجم، بعد به پاسخها نگاه میکردم و نمره هر سوال رو به خودتون میتونستید بدید. پس سعی کنید شما هم همین کار رو انجام بدید و نگاه کنید که اگر شما قرار بود در این امتحان شرکت کنید، شما چند نمره مثبت میتونستید از این امتحان کسب کنید. یه سوال جای خالی میبینید با 4 قسمت که گفته که از کلمات داخل پرانتز استفاده بکنید و جمله رو با کلمه صحیح کامل کنید. خب سوال اول، در پیوندهای چی اتم‌ها به جای داد و ستد الکترون با یکدیگر الکترون به اشتراک میگذارند؟ اگر برید صفحه 23 رو نگاه بکنید که راجع به پیوندهای اشتراکی صحبت کرده، متوجه میشید که سوال 1 با کلمه اشتراکی کامل میشه. اگر اتم ها به جای داد و ستد الکترون، داد و ستد الکترون مال کدوم پیوند هست؟ مال پیوندهای یونیه. اینجا گفته الکترون به اشتراک میذارن، اصلا خودش لو داده جواب سوال چیه. اشتراک میشه اشتراکی. بریم سوال 2. بیشتر شهاب سنگ‌ها در جای خالی سقوط میکنن، بیابونا یا اقیانوس ها؟ اگر به فکر کنید صفحه 118 نگاه کنید و پاسخ اگر داده باشید، به راحتی میفهمید که بیشتر شهاب سنگ‌ها توی اقیانوس ها سقوط میکنن. چرا این ماجرا رخ میده؟ ببینید در حدود 75% یا 3/4 سطح کره زمین آب فرا گرفته. خب وقتی درصد آبها در سطح این سیاره بیشتره، خب مطمئنا بیشتر شهاب سنگ‌ها هم سقوط بکنن، خب تو اقیانوس‌ها یا دریاها سقوط میکنن دیگه. یعنی بسیار راحت به جواب سوال 2 هم رسیدیم. شماره 3، هایدان در رأس آن تشکیل می شود، سرخس یا خزه؟ برید سریع صفحه 138 یه تصویری گذاشته از خزه. قسمت‌هایی از بدن این رو مشخص کرده و توضیح داده که هایدان در خزه در رأس اون تشکیل میشه. تو سرخس ها هایدان پشت برگ هاشون تشکیل میشد. پس جواب سوال 3 هم مشخص شد. پلاتیپوس جزء پستانداران جفتداره یا تخمگذاره؟ برید صفحه 160 عکس پلاتیپوس و توضیحات مربوط به این جاندار، پستاندار، تخمگذار رو
بخونید، خیلی جالبه. دست بسیار جالبی از پستانداران هستن که خب تخمگذار هستن. بریم سوال دوم. گفته صحیح یا نادرست بودن این جملات رو مشخص کنید. دریاچه زریوار نوعی بومسازگان آبی است. خب خیلی سوال ساده ایه. صفحه 164 هم دقیقاً اسم این رو گفته که جز بومسازگان های آبی هستند. پس این جمله درست. نگاه کنید، وقتی در یک بومسازگانی یا اکوسیستمی آب حضور داشته باشه میشه بومسازگان آبی. شماره 2. نیروهای کنش و واکنش همیشه همراه هم ظاهر میشن. کاملا جمله درستیه. اگه صفحه 58 مربوط به قسمت قانون سوم نیوتن رو برید و بخونید، متوجه خواهید شد که این نیروهای عمل و عکس العمل همراه هم و همزمان ظاهر میشن. پس این جمله درسته. شما زمانی که با مشت مثلا میزنید به دیوار، همون موقع دردتون میگیره. یعنی نیروی عمل شما، عکس العملی که از دیوار به دست شما برمیگرده، باعث درد گرفتن دست شما میشود. سوال 3. هرچه طول سطح شیبدار نسبت به ارتفاع آن بیشتر باشد، مزیت مکانیکی آن کمتر است. طول سطح شیبدار نسبت به ارتفاع آن بیشتر باشد. نگاه کنید بچه ها، اگر برید صفحه 105 اطلاعات راجع به سطح شیبدار رو مطالعه کنید، خب مزیت مکانیکی سطح شیبدار چجوری محاسبه میشد؟ طول سطح شیبدار تقسیم بر ارتفاع سطح شیبدار. خب هر چقدر طول سطح شیبدار بیشتر بشه، اصلا ارتفاع هم دستم نزنیم، هرچند که اینجا گفته ارتفاع رو کاهش بدیم. خب وقتی طول سطح شیبدار افزایش پیدا کنه، مطمئنا مزیت مکانیکی هم افزایش پیدا میکنه. صورتی که از وقتی بزرگتر میشه، پس مزیت مکانیکی هم عدد بزرگتری خواهد بود. پس جمله غلط. باکتری ها به دلیل داشتن هسته به گیاهان شبیه‌اند. برید صفحه 126 رو نگاه کنید. اطلاعات جالبی راجع به باکتری ها داده، کاربردها و چیزهای دیگه، شکلاشون. حتما این صفحه رو با دقت بخونید. چندین بار در امتحان نهایی در رابطه با این صفحه سوال راجع به باکتری ها دادن. ببینید باکتری ها هسته مشخصی ندارن، پیش هسته‌ای هستند. یعنی هستهشون در یک فضای مشخصی قرار نداره. خب حالا اینه که دقیقاً مخالف گیاهانه. در همین صفحه یه سوالی پرسیده که به ما میگه باکتری ها به دلیل چی با گیاهان شباهت یه تشابهی دارن؟ به خاطر دیواره سلولیشونه که با گیاهان مشابه هستن. در غیر هیچ چیز مشابهی بین اینها نیست. پس این جمله هم غلط شد. خب 2 تا درست، 2 تا صحیح، 2 تا درست، 2 تا نادرست. این سوال 2. بریم سوال 3. 4 تا سوال تستی داده در این سوال که هر کدوم 25 صدم. بسیارم راحتن. بریم دونه دونه اینها رو بررسی کنیم. شماره 1. بدن انسان برای ساخت هموگلوبین به یون چی نیاز داره؟ سدیم، آهن، کلرید و فلورید. اگر به صفحه 9 و 21 کتابتون نگاه کنید، در صفحه 9 شکل هموگلوبین رو کشیده و در صفحه 21 توضیح میده که این دونه های طلایی رنگ که 4 تا دونه هم هستن، یون Fe2 مثبت هستن. پس جواب این سوال دیگه مشخص شد. آهن. یون آهنی که در ساختار هموگلوبین مؤثره. به همین دلیلی که وقتی که ما آهن بدنمون کم میشه، دچار کمخونی اصطلاحاً میشیم، چون هموگلوبین های خونمون کاهش پیدا میکنه. بریم تست دوم. به مجموع طولایی که یک متحرک از مبدأ تا مقصد میپیماید چی میگن؟ اگر برین صفحه 40 نگاه کنید، یه تصویری مشاهده میکنید که یک متحرکی از این نقطه شروع کرده به حرکت، میره طولهای مختلفی رو نگاه کنید، 200، 323 و عددهای مختلف تا به نقطه پایان یعنی مقصد برسد. به این در کنار اینم شکل هم نوشته به مجموع طولهایی که یک متحرک که حالا این دانش آموز طی میکنه، مسافت پیموده شده گفته میشود. مسافت پیموده شده گفته میشود. تست شماره 3.
از برخورد ورقه چی با ورقه ایران در میلیون‌ها سال قبل رشته کوه زاگرس به وجود اومده؟ صفحه 71 دقیقاً راجع به همین موضوع صحبت کرده. اگر شما ورقه عربستان رو نگاه کنید، حرکت کنه به سمت ورقه ایران، برخوردی بین این دو ورقه صورت گرفته که در دراز مدت موجب به وجود اومدن رشته کوه زاگرس شده. پس در اثر برخورد ورقه عربستان با ورقه ایران، رشته کوه زاگرس به وجود اومده. تست 4: کدام جانور دریایی در سواحل دریا به عنوان موج‌شکن طبیعی عمل می‌کند؟ در صفحه 144 عکس مرجان ها رو کشیده. خب این خود مرجان ها، این هم جزیره خارک. دقیقا نگاه کنید، این منطقه ساحل این جزیره است. این جانداران در این ناحیه ها تشکیل میشن و در اثر همین ازدحام جمعیتشون موجهایی که به این خاکهای این جزیره برخورد میکنند رو انرژیشون رو یه جورایی خنثی میکنن و اصلا بهشون میگن موج شکن. پس کیا شدن؟ مرجان ها به عنوان موج شکن طبیعی عمل میکنن. سوال 4: به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید. خب نگاه کنیم. سوال اول: گازی که از رسیدن پرتوهای پر انرژی و خطرناک فراونش به زمین جلوگیری میکند چه نام دارد؟ صفحه 4 کتابتون رو نگاه کنید. دقیقا این توضیحات مربوط به گاز اوزون و لایه اوزون. 2. در پالایشگاه نفت اجزای نفت خام بر اساس کدام ویژگی جدا میشن؟ صفحه 32 رو نگاه کنید. روش تقطیر یا تقطیر جزء به جزء روشی که تو پالایشگاه استفاده میکنند و برج تقطیری که در همین موضوع کتاب کشیده حاکی از اینه که با روش تقطیر یا تقطیر جزء به جزء نفت رو پالایش میکنن. در ترمزهای هیدرولیکی اتومبیل از کدام قانون مهم فیزیک استفاده میکنن؟ اصل پاسکال. یعنی در صفحه 89 نگاه کنید، دقیقاً تصویر جک های هیدرولیکی رو براتون، ترمزهای هیدرولیکی رو براتون کشیده و بر اساس اصل پاسکال عمل میکنه. 4. تنها ستاره منظومه شمسی چه نام دارد؟ خورشید. صفحه 110 نگاه کنید، عیناً همین رو براتون نوشته. شیره پرورده در کدام نوع آوندها جریان دارد؟ صفحه 135 رو نگاه کنید، آوندهای آبکشی. شیره خام در آوندهای چوبی حرکت میکنه. شیره پرورده در آوندهای آبکشی تا به تمام اندامها غذا رسانی بشه. 6. یک نمونه خشکیزی از سخت‌پوستان را نام ببرید. صفحه 105 رو نگاه کنید. خرخاکی رو عکسش رو کشیده و جلوش توضیح هم داده. تنها یکی از معروفترین نمونه های سخت‌پوستانی که خشکیزی هم به حساب میاد. بریم سوال 5. گفته در هر یک از این جملات یه غلط علمی وجود داره. اون رو مشخص کنید، درستش رو بنویسید. اولیش: گلسنگ موجودی است که از همزیستی قارچ و باکتری تشکیل شده است. خب نگاه کنیم. صفحه 167 رو نگاه کنید، نوشته گلسنگ موجودی است که از همزیستی قارچ و جلبک به وجود اومده. پس این باکتری اینجا چی کار میکنه؟ خطش میزنیم، داخل پرانتز مینویسیم جلبک. پلی اتن فراوردی است که طی یک تغییر فیزیکی از اتن به دست میاد. پلی اتن فراوردی است که طی یک تغییر شیمیایی رخ میده. یک گاز میاد تبدیل میشه به پلی اتن، کاملا تغییر شیمیاییه. پس اینجا این فیزیکی چیه؟ خطش میزنی، به جاش اینجا داخل پرانتز مینویسیم تغییر شیمیایی. دقیقا این نکته و این جملات در صفحه 34 کتاب شما قرار داره. سوال 6: نمک خوراکی یک ترکیب یونی است. از ویژگی‌های ترکیبات یونی 2 مورد را بنویسید. صفحه 22 رو نگاه کنید. نوشته ترکیبات یونی شکننده، اولین ویژگیشون شکننده است، با چکش بزنیم خورد میشن، در اثر ضربه خورد میشن. این مواد در حالت شماره 2 رو نگاه کنید، جامد، رسانه‌های جریان الکتریکی نیستن. اغلب ترکیبات یونی در آب حل میشن. سدیم کلورید در جمله نمک‌ها است که به خوبی در آب حل میشه و در آب دریاچه‌ها وجود دارد. 2 ویژگی که سوال خواسته بود: 1 شکننده بودن، 2 در حالت جامد، رسانه‌های جریان الکتریکی نیستن.
این از سوال 6. سوال 7. نقطه جوش کدام یک از هیدروکربن های مقابل بیشتر است؟ C12 H26 C25 H52. نگاه کنیم در صفحه 31 یه پاراگرافی هست میگه دمای جوش یه ویژگی فیزیکیه، به نیروهای ربایش بین ذره‌های سازنده بستگی دارد. هرچه نیرو ربایش بین ذره‌های مایع بیشتر باشد نقطه جوش بیشتر است. در هیدروکربن ها با افزایش تعداد کربن نیروی ربایششون بیشتر میشه، دمای جوششون هم بیشتر میشه. پس بین اینا کدومشون کربن بیشتری داره؟ C25. خیلی راحت. پس هر هیدروکربنی که کربن بیشتری داشته باشه نقطه جوش بالاتری داره. سوال 8. هر یک از موارد زیر کدوم قانون نیوتن رو صحبت میکنه؟ الف، با یک نیروی معین هر چقدر جرم یک اتومبیل کمتر باشه شتاب بیشتری میگیرد. دقیقاً قانون دوم داره میگه که داره میگه هر چقدر جرم کمتر باشه شتاب بیشتر میشه، چون میدونیم شتاب با جرم رابطه عکس داره. این مربوط به قانون دوم نیوتن. پای علی محکم به دیوار برخورد میکنه، درد میگیره. همون عمل و عکس العملیه که مربوط به قانون سومه. خب پاش خورده دیوار، همون موقع هم درد گرفته. نیرو وارد کرد به دیوار، دیوار هم به پای علی نیرو وارد کرد. چترباز با سرعت ثابت به طرف زمین حرکت میکنن. با سرعت ثابت یعنی چی؟ یعنی نیروی مقاومت هوا و وزن با هم برابره، همدیگر رو خنثی میکنن و نیروی متوازن بر چترباز وارد میشود تا بتواند با سرعت ثابت به سمت زمین حرکت کنه. پس یعنی قانون اول نیوتن رو داره صحبت میکنه. سوال 9. شکل مقابل کدام حرکت ورقه‌های سنگکار رو نشان میدهد؟ صفحه 70 رو نگاه کنید. دقیقاً مربوط به امتداد لغز، حرکت امتداد لغز. این نوع حرکت بیشتر در چه مناطقی رخ میده؟ تو همین صفحه نوشته بستر اقیانوس ها بیشتر این اتفاق میفته. این حرکت شبیه گسل اتفاق میفته یا درزه؟ اگه به تصویر کتاب نگاه کنید خب این جابجایی ها موجب شکسته شدن و جابجایی دو طرف شکستگی میشه. پس گسل به وجود میاد چون این دوتا جابجا میشن و دیگه نمیتونه درزه باشه. جابجایی اتفاق بیفته موقع در هنگام شکستن سنگ ها نقش گسل رو بازی میکند. سوال 10. فسیل های راهنما دارای چه ویژگی های خاصی هستند؟ خب بریم صفحه 79 رو نگاه کنیم. نوشته برخی از فسیل ها فسیل راهنما نامیده می شوند. برای این کار مناسب فسیل های راهنما دارای ویژگی های خاصی هستند. به همین دلیل فسیل شناسان خیلی برای اون ارزش قائلند. این فسیل ها در همه جا یافت می شوند. تشخیص آن آسان است. نمونه های موجود آن فراوان است. حالا گفته 2 موردش رو بگین، شما از این 3 تا 2 تا رو بنویسین. همه جا پیدا میشن، تشخیصشون هم راحته، خیلی هم مقدارشون زیادن. صفحه 11. چرا سنگ‌های رسوبی در مطالعه تاریخچه زمین اهمیت دارن؟ صفحه 74 نوشته داشتن فسیل، لایه لایه بودن سنگ‌های رسوبی باعث اهمیت و کاربرد آنها در مطالعه و تاریخچه زمین شده. پس داشتن فسیل و لایه لایه بودن مربوط به پاسخ سوال 11 خواهد بود. سوال 12 رفته توی فیزیک فصل 9 راجع به اهرم‌ها داره میگه. شکل مقابل یه فرغون رو نشون. تکه‌گاه، محل وارد شدن نیرو محرک و نیرو مقاوم رو مشخص کنید. الف و ب و جیم داده. گفته جلوی الف بنویسیم چیه، ب چیه، جیم هم چیه. ببینید فرغون اهرم نوع دومه. تکه‌گاه در انتها، در یک سر انتها، نیروی محرک در ابتدا حالا یک سر و نیروی مقاوم در وسط قرار گرفته. خب پس قصه تمام شد. اینجایی که ما میگیریم از زمین بلندش میکنه میشه نیروی محرک. اون سیمان، آجر، گچ، هر چیزی که داخل فرغون میریزیم نقش نیروی مقاوم رو داره. پس ب میشه نیروی مقاوم و چرخ‌ها دقیقاً نقطه تکیه‌گاه رو مشخص میکنن. پس جیم هم شد تکیه‌گاه. خیلی راحت یک نوع تصویری از اهرم نوع دوم رو در این سوال مورد
بررسی قرار داده بود. سوال 13، هر یک از مفاهیم زیر رو تعریف کنید. قمر. صفحه 116 رو نگاه کنید. هر جرم آسمانی که تحت تاثیر نیروی گرانش به دور یک سیاره در گردش است قمر است. حالا قمر زمین، ماه، کلی هم قمر مصنوعی داریم ما به عنوان ماهواره ها که همه تحت تاثیر نیروی گرانش زمین دارن به دور زمین میچرخند. تار کشنده. صفحه 133 رو نگاه کنید. عکس تار کشنده هم گذاشته، نوشته رشته‌های ظریفی که روی ریشه قرار دارن تار کشنده نامیده میشن. هر تار کشنده در واقع یک یاخته بسیار طویل است. یه دونه سلول طولانی طویل است. دیوارش خیلی نازکه، پس آب و مواد معدنی میتونن ازش رد شن، از اونجا وارد کجا بشن؟ وارد ریشه بشن. پس تار کشنده به کجا متصله؟ به ریشه ها متصله. اینم از تار کشنده. سوال 14، شکل مقابل مربوط به کدام گروه از جانداران است؟ این عکس دقیقاً صفحه 128 راجع به آغازیان داره صحبت میکنه. پس این جاندار آغازیانه. پوسته بدنش از چه ماده‌ایه؟ سیلیس. در صنعت چی به کار میره؟ صنعت شیشه سازی. دقیقاً این قسمت رو از صفحه 128 ببینید، مهمه هایلایتش کنید که دوباره هنگام مطالعه مجدد بتونید راحت بخونید. بدن نرم تنان چه ویژگی هایی دارد؟ صفحه 146 نگاه کنید. راجع به نرم تنان گفته نرم تنان بدنی نرم بدون حلقه، در بیشتر آنها بخشی سفت به نام صدف بدن را در بر گرفته و از آن حفاظت میکنند. بیشتر آنها در دریا زندگی میکنن، برخیشون مثل حلزون و لیسه در خشکی زندگی میکنن. این ویژگی هایی که در سوال 15 خواستم من همین از کتاب برش زدم گذاشتم اینجا که ببینید چقدر راحت وقتی آدم مسلط باشه به نکات مهم کتاب راحت سوالات جواب داده میشود. بریم سوال 16. گفته عبارات مربوط به ستون الف رو بریم به ستون ب به درستی متصل کنیم. ببینید قبل از اینکه این کارو بکنیم صفحه 8 رو نگاه کنید. پایین یک سوالی که تو این صفحه وجود داره یه پاراگراف میبینید. عنصرها در بدن نیز نقش مهمی دارن. برای نمونه آهن در ساختار هموگلوبین، سدیم و پتاسیم در فعالیت‌های قلب، یود در تنظیم فعالیت‌های بدن و کلسیم در رشد استخوان. وقتی من این پاراگراف از صفحه 8 بلد باشم این آب خوردن این سوال رو جواب میدم. رشد استخوان‌ها کلسیم، تنظیم فعالیت‌های قلب سدیم و پتاسیم، هموگلوبین خون آهن. خیلی راحت این عبارت این طرف به عبارت‌های اون طرف متصل شد. سوال 17 درباره قورباغه به سوالات پاسخ بدیم. بریم صفحه 155 با هم نگاه کنیم. چرا به این جاندار میگن دوزیست؟ چون قورباغه بخشی از عمر خودش رو تو آب زندگی میکنه، آبشوش داره، بخشیش هم در خشکی زندگی میکنه. داشتن پوستی نازک، مرطوب و بدون پولک چه فایده‌ای برای او داره؟ داشتن پوستی نازک و مرطوب و بدون پولک تنفس پوستی برای این جاندار ایجاد میکنه و میتونه پوستش تنفس کنه. درست؟ پس اینم از این سوال 17. بریم سوال 18. در شکل زیر این سوال مربوط به فصل آخر 15. در شکل زیر یک زنجیره غذایی جاندار تولید کننده تجزیه کننده را مشخص کنید. گندم و مرغ میخوره، مرغ و انسان میخوره و انسان حالا بدنش پس از فوت توسط قارچ‌ها و باکتری ها تجزیه میشه. تولید کننده کیه؟ تجزیه کننده کیه؟ صفحه 164 و 165 رو نگاه کنید. یه توضیحاتی داده. اولین حلقه هر زنجیره غذایی جانداری است که از مواد معدنی مواد عالی میسازد. از مواد معدنی مواد عالی میسازد. به چنین جاندارانی تولید کننده میگویند. اولین عضو این حلقه کیه؟ گندم. پس گندم تولید کننده است. انسان رو بدنش رو کی تجزیه میکنه؟ قارچ ها. پس قارچ هم میشه چی؟ تجزیه کننده. بریم سراغ سوالات محاسباتی فیزیک پایان این سوالات 1401. همیشه در امتحان نهایی 2 تا سوال 3 تا سوال پایانی سوالات فیزیک هستن.
که اون بالا نگاه کنید در حل مسائل زیر نوشتن فرمول و واحد الزامی است و نمره دارد. یعنی شما اگر این فرمول رو ننویسی جواب آخر تو یکا و واحدش رو نذاری نمره کسر میکنن. محمد مسافت 200 متری مسابقه را در مدت زمان 50 ثانیه طی کرده. تندی متوسط محمد چند متر بر ثانیه است؟ فرمول در صفحه 42 اومده. مسافت تقسیم بر زمان بشه به ما میده تندی متوسط. مسافت چقدر؟ 200. زمان چقدر؟ 50. 200 رو تقسیم بر 50 میکنیم میشه 4 متر بر ثانیه. فرمول رو نوشتم، محاسبات رو نوشتم، عددم 4 به دست آوردم، جلوی 4 یکای متر بر ثانیه رو هم نوشتم. پس دیگه خیالمون راحت که 75 صدم این سوال رو میتونیم کسب کنیم. بریم سوال آخر. مکعبی مطابق شکل مقابل به وزن 600 نیوتن که تو جعبه هم نوشته بر روی زمین قرار دارد. مقدار فشاری که این مکعب در این حالت بر سطح زمین وارد میکنه چند پاسکاله؟ صفحه 84 رو نگاه میکنیم. فرمول فشار اینه: نیرو تقسیم بر سطح یا F تقسیم بر A. نیرو چقدره؟ 600 نیوتن. سطح چی؟ ببین الان این مکعب رو سطح 5 و 2 رو زمینه، 3 اصلا تماسی نداره. پس ما سطح مکعب یعنی A رو 5 رو ضرب در 2 میکنیم 10 متر مربع. نیرو رو داریم، سطح هم داریم، قرار میدیدیم 600 تقسیم بر 10 جواب 60 نیوتن متر مربع. سوال گفته چند پاسکاله. ما یاد گرفتیم در فصل 8 که نیوتن متر مربع همون پاسکاله. پس جواب 60 پاسکال به راحتی به دست میاد. این هم از سوالات امتحان نهایی 1400. خب دوستان عزیز پایه نهم، این هم از آزمون امتحان نهایی خرداد 1401 با کلی سوال و نکات و ظرافت هایی که در جملات متن کتاب درسی وجود داره که شاید بعضی هاش رو بهش دقت نمی کنیم، ولی با حل کردن این سوالات اونها رو پیدا می کنیم، علامت می زنیم و در جای مناسب یعنی امتحان خرداد ما ازش استفاده می کنیم تا نمرمون بالاتر بره. موفق باشید و پیروز انشالله. تا درود دیگه و ادامه حل کردن سوالات امتحان نهایی خرداد ما همتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتون.